هم میگید بریکس خیلی تهدید کرده تهران در کشورهای بریکس عضو بریکس رو میخوام نظرتون. من در ادامه رایزنی‌های منطقه‌ای روز جمعه انشالله به بغداد خواهم رفت و با وزیر امور خارجه و جناب نخست وزیر و رئیس جمهور دیدار خواهم داشت. از اونجا هم میرم به قطر برای شرکت در دوحه فروم روزهای شنبه و یکشنبه اونجا هستم. راجع به بریکس هم میفرمایین که قرار هست که جلسه وزرای خارجه روند آستانه بین ایران، روسیه و ترکیه برگزار بشه. هیچ ربطی البته به دوحه فروم نداره، چون هر سه ما اونجا حضور داریم. همزمان تصمیم گرفتیم که بعد در قطر که در حاشیه جلسه خودمون رو داشته باشیم. بحث قطر نیست، یعنی قطر حضور نداره. به دانشگاه میرن. راجع به بریکس هم میفرمایید. والا فرصت نمیشه. راجع به بریکس هم تهدیدات تهران در مورد بریکس هم میفرمایید. این نشون میده که بریکس آرمان‌های خودش رو که معرفی کرده داره تو دنیا جا میفته. الان که کشورهای هرچه بیشتری از اهدافی که بریکس بر خودش تعریف کرده که در رأس اونها دلار زدایی هست و اصلاح نهادهای بین‌المللی که تحت سلطه آمریکا و دلار آمریکا هستن، اینها رو میخواد اصلاح بکنه. این عصبانیت های ترامپ نشون میده که این اهداف خوبی است و داره خوب پیش میره.